راهکار یعنی دوست داشتنی و یاد گرفتن و مسیر رشد به نظر من. همون یه دوره کسب و کار که یه سری آدم مهارت‌های مختلف و برای حالا یا استارت زدن یک کسب و کار یا وارد شدن به یک کسب و کار با مهارت‌های بهتر و محتوای بیشتر آماده می‌کنه. یه فضای امنیه که پر از آینه است که تو رو به خودت نشون میده. به نظرم یه مسیر بود که ما اون رو طی کردیم و توی این مسیری که طی کردیم هممون به آدمای دیگه‌ای تبدیل شدیم. میتونم بگم که یه فرصت بسیار عالی برای اینکه خودتو بیشتر بشناسی و با آدمایی آشنا بشی که میتونن خیلی تاثیرگذار باشن تو مسیر تو. راهکار یه فضاییه که آدما خیلی سلفلس، خیلی از خود گذشته میان و انگار هر کسی داره سعی میکنه دین خودش به جامعه کسب و کار ایران رو توش ادا کنه. راهکار توقع من از هر دوره آموزشی که تا الان داشتم بوده، از مدرسه، دانشگاه یا هر دوره آموزشی که خودم شرکت کردم، هیچ وقت اون توقع برآورده نمیشد. اون نگاهی که باید به آموزش داشته باشه، اون چند جانبه بودنی که باید به آموزش داشت رو من توی راهکار تجربه کردم و خیلی لذت بخش بود برام. یک فرصت خیلی خوب و هیجان انگیز که بهتر از اون چیزیه که تصورشو میکنید. برای من یه ارتباط خوب توی یه کامیونیتی خوب بود و باعث شد که در واقع بازار حرفه‌ای رو یه جور دیگه بهش نگاه بکنم و در کل دوره مفیدی بود. یه دنیای جدید. راهکار یه فرصتیه برای پیدا کردن راهکار و جواب برای مسئله‌های اجتماعی. 2 ماه پر از چالش و فرصت. تجربه عجیب غریب جدی که برای من حداقل خیلی به موقع اتفاق افتاد. معماری لحظه یه فرصته برای آدمایی که حل مسئله دوست دارن، چالش دوست دارن، یاد گرفتن دوست دارن. پرفورمنس یا تئاتر، نمیدونم به کدومش نزدیکتره، ولی به طول 2 ماه و این خودش یه فشارهایی رو ایجاد میکنه و یه امتیازهای خیلی زیادی هم میده که عجیبه. یه تجربه خیلی عجیب. تو 40 تا جمله شد. یک تجربه فشرده از هر چیزی، یه ناخونکی انگار میزدیم و این به نظر من یعنی کار خودش رو تونسته انجام بده، چون آدم ها رو توی بازه‌ای در معرض یک عالم اتفاق قرار میده که بتونن بهتر ببینن و بعداً تصمیم بگیرن.